سلام علیکم هموطنان عزیز، امیدوارم که خوب و بردم باشید. برادرای عزیز، هموطنان عزیز، همکاران عزیز، خیلی که میبینید ما در ناحیه عینی قرار داریم. این زادگاه ما است. ان شاء الله ما همینجا کلان شدیم، همینجا 11 سال مکتب خواندیم. باور کنید 3 سال پیش من اومدگی بودم اینجا، واشه دیگه خیلی بود. حاضر میبید در خودتون در شهر حس میکنید، در شهر خوجند. اینجا شهری که عینی هم بگیم خطا نمیکنیم. حاضرش به ناحیه خیلی آبادی شدگی. خیلی که میبینید از کفای من پرچم جمهوری تاجیکستان شیمان باشد، نشان جمهوری تاجیکستان. انا این کوههای زیبا منظری زرافشان. انا این برادر عزیز ما اقبال جان برای فرزندان دیار، برای کودکان دیار، نورسان ناحیه عینی، برای خورسندی نورسان کودکان خیلی لیمپوپوی بزرگ اینجا آورده ماندگی. باور کنید کودکان در شادی نمیدونن. ببینید شادی کودکان این خودش بس خورسندی کودکان. من امروزه همه به پول چی کردن از پگاه ان شاء الله. من اونجا ببینید همه چیز هست الحمدلله. باور کنید من برادر عزیز خیلی زیبا، باور کنید عجیب بود. از 3 سالی نبودن ناحیه نمیشناسید، خیلی زیبا شدگی. باور کنید خدا باشید انا پرچم جمهوری تاجیکستان همیشه پرافشان باشد الحمدلله. خیلی زیبا، باور کنید. خدا خیر نده گروه ناحیه عینی میپرتیم که در فیسبوک هست. فرزندانتون برید اینجا بگاه استراحتی با فراغت برای شما ارجمندیم. آبادی باور کنید ما آبادی امکان در آبادی میبینیم خوشنود میشیم. تاجیکستان با پیش.